اینجا با بعضی بدبختی و روزده اینجا بودم ایرکوتسک بودم یک از زنگ میزنم داملو میگه از ما با تلفن قطعی زنمون همطوری صورت قطعی از همینجا ایستاده او را میگن مقصد لباسو تا بکش و اینجا لباسوش هم میکشه یا اینجا مقصد با طریق همون تلفن یک دیگر اکا آرام میکنن چکار میکنن کاری اونها آیا همین درست یا نه درست برادرای عزیز آخی این اراده های ما توفیق ما تقوی ما کجا ده تا علاقه به دست خودت تیار کیسه یک آدم ها او بعد اونه که با تلفن قطعی تو بود ای بعد تو قطعی زندهش میروه اینجا با تلفن های ولی مختش قدم بگی اینجا با فقط با تلفن میبینیش اونجا بعد با زندهش سر کار میگیره برای که تو تیار کیسه تو جایی که تو زنه تلفن کنی بگوی زنه خدا تو برکتت یاو خدا که من پیرست روزی آمدم مرا میدونی انشاءالله می زاره کند بیام اگه خدا صبر تا ده حق من دعا کرد ده حق ختم دعا کرد خدا صبر من بتاکتا این نصیحت ها ماندگی شما چی ها را کردید برای همین دادر عزیز پیامبر گفت کسی امکانات زن گرفتن را زن میگیره اگر نتونست گفتن یعنی روزه بگیره با طریق روزه مقصد همون شهوت طغیانگر خاموش کنه اگر روزه کاری که آدم بی محل میکنه تو بی قوت میکنه دیگر مقصد نه در فکر شهوتی و نه در فکر زن و دیگر همون شبوش در اون گرسنگی خود داره بی قوتی خود داره ولی از بس که در اینجا که روزه گرفتن نمیشه و از زیرا شما مشغولی کاری در اینجا با اراده هاتون برادر با صبر هاتون شما چکار کنین مقصد خودتون را بدارید